سلام و خوش آمد میگم برای اینکه تصمیم گرفتین شنونده این پادکست باشین و یک بار برای همیشه مشکلت رو در یادگیری زبان انگلیسی حل کنی. من نشاط هستم، بیش از 10 ساله که با زبان آموزان مختلفی در ارتباط بودم، چه داخل ایران به صورت کلاس‌های گروهی، فردی، مکالمه، آیلتس و غیره، و چه به صورت آنلاین با افرادی که زبان اولشون زبان فارسی نبوده و خواستن انگلیسی رو به عنوان زبان دوم کار کنن. این موضوع بهم رویکردهای خیلی خوبی رو در زندگی داد که دوست دارم اونها رو باهاتون به اشتراک بذارم. به این نتیجه رسیدم که تقریبا همه افراد با اهدافهای مختلفی که از یاد گرفتن مهارت زبان انگلیسی تو سرشون دارن، دنبال یک هدفن، اینکه بتونن این زبان رو روان و با تسلط صحبت کنن، بتونن درست یاد بگیرن و مثل یک نیتیو، کسی که بومیه و زبان مادریش رو به صورت انگلیسی صحبت میکنه، روان صحبت کنن، بدون استرس مکالمه داشته باشن و روی یک زبان جدید مثل زبان مادریشون بتونن تسلط پیدا کنن. اگر شما زبان انگلیسی رو به صورت متوسطه یاد گرفتین و الان دنبال این هستین که زبان رو به صورت روان و بدون استرس صحبت کنین، در این پادکست نکات خیلی مهمی رو به شما میگم که اگر اونها رو با روش‌هایی که در طول روز به کار میبرید استفاده کنید و به طور مداوم، نه فقط چند روز یا چند هفته، چند ماه تا 6 ماه این کارها رو مداوم انجام بدید و متوجه نتیجه خیلی چشمگیری در پیشرفت زبانیتون میشین. همین اول بهتون بگم که از اسکرول کردن، بالا پایین بردن صفحات مجازی، سوشال مدیا، اینستاگرام و یا دنبال کردن محتواهایی که به عنوان تبلیغ در پیج بسیاری از مدرس‌ها یا آموزشگاه‌ها دارید می‌بینید، و یا اگر روزانه دارید فقط چند کلمه انگلیسی صحبت می‌کنید یا کلاس میرید، آموزشگاه میرید، بهتون میگم که تا چند سال ممکنه شما اصلاً به اون سطح زبانی که دلخواهتونه دست پیدا نکنید. و در واقع این مشکل شما نیست، این مشکلی نیستش که شما بتونید حلش کنید. شما فقط میتونید روشی رو که انتخاب می‌کنید تغییر بدید. این سیستم برای این طراحی شده که بتونه هر روز زبان آموزان بیشتری رو در خودش جا بده و این سیکل و این چرخه تکرار آموزش رو به طور بسیار طولانی حفظ کنه. در سال‌های مختلف من شاگردانی رو داشتم که نوجوان بودن و تابستون‌ها کلا برای یادگیری زبان میومدن و هیچ وقت این تابستون‌ها تموم نمی‌شد و چندین سال، 5 سال، 6 سال این نوجوانا رو می‌دیدم که به کلاس زبان میان و میرن و هیچ وقت به نتیجه نمی‌رسن. همینطور افراد دیگه در سنین مختلف، بزرگسالانی که تدریس می‌کردم و می‌دیدم که با اشتیاق و پشتکار بسیار زیاد به کلاس میومدن ولی به نتیجه‌ای که دلشون می‌خواست هیچ وقت نمی‌رسیدن و یا انقدر از اومدن به آموزشگاه و کلاس‌های خصوصی مختلف خسته می‌شدن که به طور کلی از یادگیری یک زبان جدید ناامید می‌شدن و به طور کلی یاد گرفتن رو کنار می‌گذاشتن و فکر می‌کردن که این مشکل از اونهاست. اما من بهتون بگم هیچ ربطی به سن و سال نداره، هیچ ربطی به شغلی که شما دارید یا هر چیزی که فکرشو می‌کنید و فکر می‌کنید که باعث میشه شما زبان رو یاد نگیرید نداره. این موانع همشون قابل مدیریت و کنار گذاشتن هستن و شما میتونید پروسه زبان رو خیلی سریعتر از اون چیزی که آموزشگاه‌ها برای شما تعیین می‌کنن پیش ببرید و به نتیجه برسونید و بتونید برید زبان‌های دیگر رو یاد بگیرید، زبان دوم، سوم و یا مهارت‌های دیگه، و تمام زمان و زندگی خودتون رو فقط برای یادگیری یک مهارت قرار ندید. همونطور که میدونید زبان انگلیسی یک مهارت، یک ابزار، قرار نیست برای ما بشه کل مسیر زندگیمون. قراره ما در یک محدوده زمانی کوتاه یک مهارت رو یاد بگیریم و از اون ابزار استفاده کنیم برای اینکه دریچه‌های جدیدی رو، اطلاعات جدیدی رو یا فرصت‌های جدیدی رو به زندگیمون بیاریم. اگه قرار باشه ما فقط تمام سال‌های طلایی زندگیمون رو، تمام ذوق و شوقی که داریم رو فقط صرف یادگیری یک ابزار تو زندگیمون بکنیم، خب خیلی از نتایجی که دنبالشون هستیم رو در کوتاه مدت به دست نخواهیم آورد. همین اول قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب و بخوام مسیر درست رو بهتون بگم، این خبر خوب بهتون میدم که وقتی خیلی‌ها تونستن به نتیجه برسن و مثل نیتیوها روان و راحت صحبت کنن و از این ابزار زیبا مهارت یاد گرفتن یک زبان جدید دارن استفاده میکنن و خیلی خوب و روان و بدون استرس صحبت میکنن، پس شما هم میتونید. فقط مسیری که تا حالا رفتید شما رو به نتیجه نرسونده. خب باید بدونین که پروسه یادگیری یک زبان جدید پروسه یک شبه نیست و اگه فردی هم قول یک شبه و یک ماه یاد گرفتن رو بهتون میده، بدونید که برای اهداف دیگه‌ای سوژه هدف اونها هستید. پس فقط تمرکزتون رو بذارید روی انتخاب درست و آگاهانه برای اینکه چطور زبان انگلیسی رو درست یاد بگیرید. روش‌هایی که میگم رو مو به مو و به دقت به کار ببرید تا مثل بقیه ناامید نمونی و توی سطح متوسط گیر نیافتی، در بهترین مسیر خودت قرار بگیری و بدونی که هر انسانی یک اثر انگشت متفاوت داره. تو این سال‌هایی که با زبان آموزان مختلفی در ارتباط بودم فهمیدم که هر کسی از یک طریقی میتونه چیزهایی رو که یاد گرفته به کار ببره و به اصطلاح اپلای کنه اون نالجی رو که اگه می‌خوای اطلاعاتت به صورت پسیو نمونه و این اطلاعات رو به صورت اکتیو و فعال و روزمره به کار ببری، باید بدونی تمام کتاب‌های زبانی که توی آموزشگاه‌ها یاد گرفتی دیگه به دردت نمیخوره، چون اونا فقط برای آشنایی شما با یک زبان طراحی شده. تمام کتاب‌هایی که وجود داره در سطح متوسط طراحی شده. شاید به شما گفته بشه که خب الان سطحتون A1 A2 یا B1 B2 C1 C2 و به این شکل، اما حقیقتی که وجود داره اینه که یک مافیای بسیار بزرگ پشت تمام این انتشارات‌های کتاب، چه در زمینه امتحانات آیلتس، تافل و چه در زمینه مکالمات روزمره، بیزینس و غیره وجود داره که این کتاب‌ها برای برطرف کردن نیازهای سطحی و پیش پا افتاده زبان آموزان طراحی شده. فقط درس‌ها و شکل کتاب‌ها تغییر می‌کنه. این رو از دریچه تجربه شخصی میگم. بعد از اینکه سال‌ها تدریس کردم و تصمیم گرفتم که تدریس کردن در آموزشگاه رو کنار بذارم و استفاده دادم، بیرون اومدم و به صورت فردی شروع به کار کردم، متوجه شدم که تمام این روش‌ها دچار یک مافیای مخفی هستن برای اینکه زبان آموزان هیچ وقت به اون هدف عالی که در ذهنشون هست که بتونن مثل یک نیتیو صحبت کنن نرسن. به طور فردی شروع کردم به تحقیق کردن و روی زبان آموزان مختلف روش‌هایی که به ذهن خودم و با تحقیق به دست آورده بودم رو امتحان می‌کردم و نتیجه‌ها رو از اونها می‌پرسیدم. خب من بهت بگم که تمام روش‌ها، بسته‌های آموزشی، اینستاگرام چرخی‌ها، سوشال مدیاها و تمام
بسته هایی که فکر می‌کنی با هزینه کردن برای اونها به زبانی که تو ذهنت میرسی برای این طراحی شده که شما رو به یک سطح متوسط از زبان برسونه و شما الان درست به نقطه‌ای رسیدی که بهت گفتم دیگه این کارها فایده‌ای نداره. حتی اکثر استفاده‌هات رو از دیکشنری و کتاب‌های آموزشگاهی بردی. اگر خسته شدی، اگر واقعا به این نتیجه‌ای که میگم رسیدی و اون چیزی که من تجربه کرده بودم رو در اختیارت گذاشتم، وارد مرحله‌ای شدی که بهت گفتم همون جایی که انگار یک چوب نامرئی از پشت می‌خوره به سرت که تو دیگه این همه وقتی که گذاشتی و هزینه‌هایی که کردی نتیجه‌ای نداشته. ولی فکرشو بکن وقتی مهاجرت کردی میری یه جایی که کار پیدا کنی، قبلش که حرف بزنی تو هر محیطی که انگلیسی زبان هستن باید کلی فکر کنی، جمله مناسب رو پیدا کنی، بازم نمیتونی اون حرفایی که می‌خوای بزنی یا از قبلش میری تو موبایل توی چت جی پی تی توی دیکشنری چک می‌کنی، بازم با شک و تردید حرفتو میزنی. چقدر از تو زمان میگیره هر بار توی هر محیط جدیدی که بخوای تو موقعیت‌های مختلف این کارو بکنی، باز این چرخه برات تکرار میشه. جایی که اومدی توی زندگی جدید یه جایگاه بهتر رو داشته باشی، یه شغل بهتر داشته باشی، مهاجرت کردی که مشکلاتت برطرف بشه، اما هر روز احساس سرخوردگی بیشتری پیدا می‌کنی و این در جامعه اگر که زبان تو در حد یک بچه 10 ساله در حد متوسطه باشه، مثل همون بچه با شما برخورد می‌کنن، در تجربیات شما رو متوجه میشن نه چیزی و مثل یه آدم خنگ‌تر از خودشون تو محیط کار با شما برخورد می‌کنن. حتی برای نوشتن یه ایمیل ساده، متن پیام یا هر چیزی که فکرشو بکنی در طول روز باهاش در ارتباطی، خیلی بیشتر از یک آدم عادی مجبوری زمان بگذاری و اینجوری داری چند برابر انرژی می‌ذاری و همه چیزو چند بار چک می‌کنی تا مطمئن بشی و بارها و بارها میای کانال‌های اینستاگرام رو میچرخی، یوتیوب رو میچرخی، فیلم‌های مختلف رو می‌بینی، فیسبوک رو می‌بینی که شاید یه دری باز بشه یا یک بالاخره معجزه‌ای پیش بیاد و مشکلت حل بشه. چرا اینا رو میدونم؟ از کجا اینا رو میدونم؟ به خاطر اینکه خودم اینها رو لمس کردم، از همه این مراحل عبور کردم تا تونستم یه راهی رو پیدا کنم که برای همه کارساز باشه. وقتی که تو محیط کارت می‌خوای تمرکز کنی، توی یک مصاحبه کاری تمرکز کنی روی اینکه جملات درست بگی، چی بگی، به جای اون وقتی زبانت خوب باشه و روون باشه می‌تونی روی توانایی‌ها تمرکز کنی، بیشتر اونها رو مطرح کنی، بتونی حقوق درخواستی خودت رو داشته باشی. یه مثال بزنم، مثلا یه دوچرخه داریم، یه هواپیما. برای اینکه از خونه بزنی بیرون تا سر کوچه بری، سوپرمارکت بری، یه جایی بری خرید انجام بدی، با دوچرخت می‌تونی این کارو بکنی. میری خیلی هم عالیه، ورزش هم می‌کنی، بدنت هم اوکیه، نیازت هم برطرف می‌کنی و برمیگردی خونه. اگر بخوای تا یه جای دورتر بری، شاید بگی اوکی من خیلی ورزشکارم و میتونم مثلا از تهران تا شیراز با دوچرخه برم، از تهران تا کرمانشاه با دوچرخه بریم. ولی یه سوال ازت می‌پرسم، اگه بخوای تا ژاپن بری، تا آمریکا بری و هر روز این کار رو بخوای بکنی، آیا حاضری با دوچرخه هر روز این کارو بکنی؟ چند سال از عمرت رو باید بگذاری تا بتونی به اون هدفی که می‌خوای برسی؟ دوچرخه دقیقاً مثل آموزشگاه و متدهای قبلی و قدیمی و کلاس‌های مکالمه و آموزش و این چیزاست که نهایتاً تو رو به یه شهر میرسونه، به لول B1 یا خیلی خوب درس بخونی به لول B2 میرسونه تو رو، یعنی به یه سطح متوسط از زبان میرسونه. فقط نیازهای روزمره رو میتونی با اون دوچرخه حل کنی. اما اگه بخوای مثل یه نیتیو صحبت کنی، حل بشی در یک جامعه انگلیسی زبان یا حالا هر زبانی که داری یاد میگیری، نیازه که یک هواپیما داشته باشی، نیازه که از لول B2 خودت رو به C2 برسونی، خودت رو به جایگاه نیتیو برسونی. همه ما به صورت زبان آموز هستیم، در حتی زبان مادری خودمون هم اگه هر روز این زبان رو تکرار نکنیم، هر روز با افرادی که فارسی زبان هستن محاوره نداشته باشیم، زبان مادری خودمون هم خیلی کم رنگ میشه و توانایی‌هامون، مهارت‌های زبانیمون کم میشه. پس اگر شما به صورت یک نیتیو زبان رو دنبال نکنید، نمیتونید به اون چرخه اصلی زبان، به اون توانایی‌های زبانتون دست پیدا کنید. فکر می‌کنم متوجه شده باشین چی رو می‌خوام بگم. می‌خوام بگم که هواپیماه دقیقاً همون وسیله‌هایی هستش که یک نیتیو، یک ابزار یا تولزیه که یک نیتیو اطراف خودش داره برای اینکه زبانش رو تمرین کنه. صبح تا شب داره اخباری رو گوش میده که نیتیو زبان هستن، داره مقالاتی رو می‌خونه که نیتیو زبان هستن، نمیاد کتاب‌های آسون برای خودش انتخاب کنه. از همون اول کلمات رو جوری که باید در جامعه استفاده بشه میخونه، یاد میگیره، به بچه‌ش یاد میده، تلویزیون، اینستاگرام و چیزهایی رو چک میکنه که یک نیتیو داره ازشون استفاده میکنه. خب پس اول باید بپذیری که با دوچرخه نمیشه بقیه مسیر رو رفت و سوار هواپیما شو. شرط اول اینه که با کتاب‌های آموزشگاهی و تمام گرامرها و اینستاگرام‌ها و یوتیوب‌ها و چیزهایی که تا حالا دنبال می‌کردی خداحافظی کنی و سراغ منابع نیتیو بیای، زبان اصلی، منابعی که یک نیتیو یا فردی که لوکال هست در لنگویج خودش استفاده میکنه، زبان پادکست‌ها، فیلم‌های آموزشی و اینها رو کنار بگذاری و سراغ پادکست‌ها و فیلم و سریال‌هایی بدی که یک فرد نیتیو از اونها استفاده میکنه در طول روزش. حالا اگه مطالب اصلی رو متوجه شده باشی، پس ما قراره در اولین قدم منابعی که قبلا داشتیم رو کنار بذاریم و بریم سراغ منابع جایگزینی که بهت گفتم که قدم قدم بهت کامل میگم چجوری این منابع رو بیاری به کار بگیری. در واقع تمام منابعی که تا حالا داشتیم ما رو به زبان پسیو وصل میکرد. پسیو یعنی مجهول، یعنی یک زبانی که ما نمیتونیم اپلایش کنیم، نمیتونیم در جایی که درسته ازش استفاده کنیم. پس این بهانه‌جویی هایی که داشتی رو کنار بذار و من بهت کامل میگم چجوری به کار بگیری. این روشیه که از تمام روشایی که تو این سال‌ها استفاده کردی راحت‌تر و شیرین‌تره و تو رو به سطحی که دلت میخواد میرسونه. پس نتیجه اولین چیزی که گفتم اینه که وسیله‌ای که سوارش هستی مناسب نیست، باید پیاده بشی، سوار وسیله و منابع و ابزاری بشی که بتونه تو رو به هدف زبانت برسونه. روش دومی که میخوام بهت بگم، اصل دوم و مهمترین اصلی که وجود داره اینه که یاد گرفتن زبان یک مهارت تقلید کردن، مهارت کپی کردن، شادوینگ کردن و اصلا با نوآوری و خلاقیت و اینها کاری نداره و افرادی که خیلی منطقی میخوان مثل ریاضیات میخوان باهاش برخورد کنن اتفاقا عقب میمونن، دست و پاگیر میشه براشون تفکر زیادی. پس شما باید اصل مهارت تقلید کردن در زبان رو بپذیری، مهارت تقلید از نیتیو ها. اگه میخوای به تسلط برسی اول باید مهارت کپی پیست کردن رو یاد بگیری. اینکه منابع رو که بهت
گفتم بتونی کجا کپی کنی، چجوری کپی کنی، با چه کیفیتی و در جایی که میخوای بتونی اون رو پیست کنی، یعنی بتونی به صورت کاربردی از اطلاعاتی که تو مغزت جمع آوری کردی، حفظ کردی استفاده کنی. اشکال کار منابع قبلی این بود که لغت و گرامر و عبارت و همه این چیزا رو تو کتابا میومدن با بچه‌ها کار می‌کردن و یه سری تمرین‌های از پیش تعریف شده توی کتاب‌ها داشت. ما به بچه‌ها میگفتیم، به زبان آموزا میگفتیم اینا رو برن انجام بدن و کتاب درس به درس پیش میرفت و طبقه بندی شده بود و زبان آموز همیشه گیج بود و رها میشد در اینکه در یک محیط انگلیسی زبان قرار بعدها چجوری این اطلاعاتی که یاد گرفته رو در عمل، در کاربرد صحبت کنه و استفاده کنه. خیلی خوشحال در کلاس‌های زبان شرکت می‌کرد و به خاطر اینکه میتونست خیلی راحت توانایی اینو داشت که در کلاس زبان به انگلیسی صحبت کنه و در واقع زبان ادویکیشنال و پسیو رو داشت درست استفاده می‌کرد، فکر می‌کرد که در سطح زبانی خوبی قرار داره و همیشه این مسیر رو ادامه میداد. چیزی که پشت این داستان بود، حقیقتی که به بچه‌ها گفته نمیشد و من هم خودم بعد از سالها تدریس متوجه شدم، اصل کپی کردن غلط بود. کپی کردنی که بچه‌ها داشتن از منابع غلطی انجام میشد و مراحلی بود که باید بیشتر می بود، باید طبیعی‌تر، نیتیوتر می بود و اصل شادوینگ درست اجرا نمیشد. میخوام بگم که تقلید کردن رو باید درست یاد بگیریم و محدود به کلاس زبان و گرامر خوندن و تمریناتی که توی کتاب کار حل میشه نیست. راه کپی کردن باید خیلی قوی باشه، خیلی طبیعی‌تر باشه و در روزمره به کار شما بیاد، به جز لغت‌هایی که از پیش تعریف شده و خیلی چیزها رو به شما انتقال نمیده باشه و هیچ کسی راجع بهش حرف نمیزنه مگر اینکه این تجربیاتی که میگم رو پشت سر گذاشته باشه. زبان آموزان یاد نمیگیرن که اون لغت و اون عبارت رو درست و کجا، با چه احساسی، با چه محیطی، با چه شرایطی به کار ببرن. اونا فقط دارن یک عبارت یا لغت یا اصطلاح رو روی کاغذ یاد میگیرن و هیچ وقت توسط یک نیتیو به کار بردن اون رو توی شرایط درست ندیدن که بتونن با حواس 15 گانه خودشون اون رو کپی کنن. همونطور که میدونید همه جا به ما گفته شده ما 5 حواس داریم، مثلا لامسه، بینایی، چشایی، شنوایی و غیره. اما حقیقت اینه که ما حواسمون 15 گانه است، یعنی به صورت خیلی عمیق هر چیزی رو میشنویم، درک میکنیم، فقط به بعد دو بعدی ختم نمیشه. پس ما باید وقتی یک عبارتی رو یاد میگیریم اون رو با تمام حواس نامرئی خودمون هم بتونیم لمس کنیم، بتونیم درک کنیم و در تمام کالبدهای وجود ما بشینه که بتونیم درست در جایگاه درستش استفاده کنیم. درست مثل زبان مادری که یک کودک در موقعیت‌ها عبارت‌ها رو یاد میگیره. یک مادر و یا یک پدر زمانی که یک قاشق رو به بچه نشون میده، در اون شرایط کلمه قاشق رو بهش چندین بار میگه و کودک با دیدن اون قاشق، با موقعیتی که توش قرار میگیره، کلمه قاشق رو به طور کامل میتونه هضم کنه، درک کنه و در حواس 15 گانش بشینه. پس روش صحیح کپی کردن از نیتیو و در شرایط درستیه که اون نیتیو داره اون عبارت رو به کار میبره. بعد از اینکه منابع رو یاد گرفتیم اصل کپی کردن، تقلید کردن از نیتیو هاست و تقلیدی که درست باشه. دو تا 4 تا نیست، چسبیدن به جزئیات نیست. این نیستش که من برم گرامر رو بخونم بعد بیام استفاده کنم. اتفاقا برعکس، هر کسی که خیلی قوانین و منطق و این چیزها رو دنبال کنه در یادگیری زبان به عقب میفته، چون هر چقدر تفکر کنیم، هر چقدر بخوایم فکر کنیم، بعد بخوایم تصمیم بگیریم و صحبت کنیم، داریم خودمون رو عقب میندازیم. در یادگیری زبان باید یک فرد مطیع باشی، باید سریع کپی کنی، باید بتونی بدون چون و چرا هر چیزی که میشنوی رو تقلید و کپی کنی. مورد بعدی که میخوام بهتون بگم راجع به مهارت‌های زبان انگلیسی. همیشه میشنوین 4 مهارت listening, reading, writing, speaking باید تقویت بشه. هیچ وقت از این زاویه به شما گفته نمیشه که شما وقتی دارید یک زبان رو در محیط، در اون موقعیت خودش، عبارات، لغات، گرامر و تمام چیزهایی که نیاز دارید رو دریافت میکنید، اینها ورودی اسمشون. ورودی یعنی چی؟ یعنی تمام داده‌ها، اطلاعات، تمام مطالبی که از طریق گوش دادن و دیدن، خواندن و اینها وارد بدن ما، وارد سیستم مغزی ما میشه، بهش میگن پسیو لنگویج، یعنی اطلاعاتی که ما میفهمیمشون، میشناسیمشون و درکشون میکنیم. ولی ما قراره تمام این پسیو لنگویج رو، اطلاعاتی که در پس ذهنمون قرار گرفته رو به اطلاعاتی تبدیل کنیم که بیاد و اکتیو بشه، استفاده بشه و ما بتونیم یه خروجی داشته باشیم، یعنی بتونیم بنویسیم و بتونیم به زبان مبدأ صحبت کنیم. اگه ما نتونیم صحبت کنیم، نتونیم تولید کنیم جملات درست رو، تمام اون مکالمات، تمام اون ورودی‌ها و تمام اون اطلاعاتی که وارد مغزمون کردیم همونجا به صورت پسیو در ناخودآگاه ما باقی موند. حالا مسیری که ما داریم، روشی که ما داریم اینه که بتونیم به روش درست تمام این ریدینگ لیسنینگ ها رو، مهارت‌های خوندن و شنیدن و تمام چیزهایی که از منابع اصلی نیتیومون داریم دریافت می‌کنیم، به طور درست بتونیم کپی کنیم، پردازش کنیم، درک کنیم و بعد از این بتونیم بیانش کنیم. بیان یعنی همون خروجی که ما داریم. رایتینگ و اسپیکینگ دو تا از مهارت‌هایی که همیشه جدا بیان میشه، ولی رایتینگ و اسپیکینگ مهارت‌هایی هستن که در واقع نتیجه تمام یاد گرفته‌های ما، نتیجه تمام ورودی‌هایی که به صورت ریدینگ، لیسنینگ، پادکست، مگزینز، نیوز و تمام اطلاعاتی که از هر طریقی داره وارد ذهن ما میشه، وارد مغز ما میشه رو پردازش میکنه و خروجی میده. تولید کردن بسته به اینه که شما در پروسه کپی کردن اون ورودی‌ها چقدر موفق بودید. در این روش ما میفهمیم که باید موانع و ذهنیاتی که قبلا راجع به یادگیری زبان داشتیم و باورهایی که داشتیم رو کنار بذاریم و از همین سطح متوسط بپذیریم که ما ورودی‌های غلطی داشتیم. از این به بعد بتونیم تمام منابع نیتیو رو به صورت درست پردازش کنیم،
بشنویم و بارها حجمش رو انقدر بالا ببریم. واقعا ورودی زبان انگلیسی از نیتیو ها رو انقدر حجمش رو در طول روز برای خودمون به صورت عادت منابع طبیعی رو داشته باشیم پرتکرار، که وقتی اینها رو به طور مرتب میشنویم و میبینیم و میخونیم، به طور ناخودآگاه استراکچرها، گرامرها و تمام نکات‌های در صحبت کردن یک فرد نیتیو شنیده میشه. ذهن ناخودآگاه ما بتونه اونها رو دقیق کپی کنه و در جایی که لازمه اکتیوش کنه، یعنی صحبت کنیم با اون چیزهایی که یاد گرفتیم، بتونیم بنویسیم، بتونیم تولید کنیم محتوایی که می‌خوایم رو در زمان درست و در اون کارکردی که واقعا در محیط یاد گرفتیم. اگر یک چیزی رو در یک محیط موقع غذا خوردن یاد گرفتیم، همون رو بتونیم در موقع غذا خوردن و همون ساختار خاصی که درک کردیم استفاده کنیم. پس تنها راه اینه که تمام این ورودی‌ها رو دائم داشته باشیم، حجم ورودی رو انقدر بالا ببریم که حس و موقعیت‌ها و کلماتی که تکرار میشه توسط نیتیوها در ذهن ناخودآگاه ما کاملا روان و دقیق و صریح بنشینه و ما واقعیت اینه که نمیتونیم از دیکشنری این کارها رو تکرار کنیم. ما نمیتونیم از دیکشنری هر لحظه با فکر کردن، با حذف کردن چیزایی که غلط میگیم، با آزمون و خطا این کارها رو تکرار کنیم. روش آموزشگاهی واقعا کاربردی نداره برای اینکه شما بتونید به مرحله صحبت کردن روان و درست برسید. رادیوی محلی که توی اونجا زندگی میکنید یا مهاجرت کردید رو گوش کنید. حتما از اینستاگرام محلی خودتون استفاده کنید. کانال‌های تلویزیونی رو دنبال کنید که نیتیوهای اون محل مخاطب اصلیشون باشن، یا روی اسپاتیفای یا روی ساوند کلاود یا روی هر شبکه اجتماعی دیگه‌ای که پادکست گوش میکنید و مورد علاقتونه. حتما افراد نیتیو رو و مخاطب نیتیو رو مورد بررسی قرار بدید. منابعی که دارید انتخاب میکنید حتما باید ویدیوهای بلند باشه. برای مثال یک معلم انگلیسی به عنوان زبان دومش اگه داره تدریس میکنه مناسب شما نیست. دوباره میشه همون روش غلطی که قبلا داشتیم. اگر یک معلم نیتیو هم داره برای زبان آموزانش با زبان ساده، روان و آهسته صحبت میکنه، باز هم این زبان به درد شما نمیخوره. پس منابعی که انتخاب میکنید باید دقیقاً حالت، سرعت و لهجه طبیعی داشته باشه. همون چیزی که یک فرد در طول روز داره اون رو صحبت میکنه، استفاده میکنه، شما همون رو باید انجام بدید، استفاده کنید و به عنوان ورودی و منابع اصلی زبانتون روش کار کنید برای کپی کردن و شادو کردن. تمرین اولتون اینه: هر روز یک ورودی جدید 1 ساعت هدفمند گوش میکنید و فقط تا 1 هفته هر روز 1 ساعت روی یک موضوعی که دوست دارید این کار رو انجام میدید. موضوعاتون میتونه مطالبی باشه که علاقه دارید و یا مطالبی باشه که همینطوری به صورت رندوم انتخاب کردید. ولی پیشنهاد من اینه از چیزایی که دوست دارید شروع کنید. برای مثال اگر به ورزش علاقه دارید، به روانشناسی علاقه دارید، به حوزه کار با کودکان علاقه دارید، غذا، رستوران، نمیدونم کافه یا هر چیزی که مورد علاقتونه، با همون شروع کنید و به طور هدفمند صفحات افراد نیتیو رو دنبال کنید. در اون زمینه افراد معروف و موفق رو پیدا کنید، سخنرانی‌های بلندشون رو پیدا کنید روی یوتیوب، اونها رو گوش کنید. تغییر ندید سرعت یوتیوب رو آهسته و کند نکنید، بذارید با سرعت طبیعی بشنوید. حتی اگر خیلی از کلمات و ساختارها رو نمیشناسید، به مرور زمان اینا برای شما شفاف و شفافتر میشه. اصلا نگران کلماتی که بلد نیستید نباشید. فقط ما می‌خوایم یه سری ورودی‌ها رو زیاد کنیم. ما فقط می‌خوایم حجم اطلاعاتی که وارد مغز ناخودآگاهمون میشه رو زیاد کنیم. در این شرایط چی پیش میاد؟ شما با ساختارهای مختلف آشنا میشید. یک باران اطلاعاتی روی ذهن ناخودآگاهتون شروع میکنه به باریدن که بعد از یک مدت شما با تمام لهجه‌ها و گویش‌هایی که تو اون محیطی که زندگی میکنید داره استفاده میشه کاملا آشنا میشید و برای درک کردن ناشناخته‌هایی که در تمام لغات، واژگان گوش میدیم وجود داره تبدیل به شناخته‌ها میشه و شما خیلی آشناتر و مسلط‌تر به زبان میشین. در واقع مثل یک کودکی که تازه به دنیا اومده، تنها فردی که هر روز با اون صحبت میکنه مادرش هست. پس ما ورودی فقط یک نفر رو داریم و تنها یک گویش و تنها یک نوع اطلاعات داره وارد سیستم ناخودآگاه این کودک میشه. اگر همین کودک رو توی یک محیطی قرار بدیم که افراد بسیار زیادی در حال صحبت کردن هستند و این کودک با موضوعات مختلف با اطلاعات بالاتری در طول روز در ارتباطه، پس حجم ورودی و تعداد افرادی که دارن صحبت میکنن رو ما زیادتر کردیم و در این صورت این کودک خیلی زودتر زبان باز میکنه. ما دقیقاً همین پروسه کودک رو و زبان مادری رو باید روی خودمون پیاده کنیم و بتونیم همین مسائل رو اجرا کنیم. خب مشکلاتی به وجود میاد وقتی که ما شروع میکنیم به یک کار جدید، به یک عادت جدید، به یک تمرین جدید. برای مثال به خودمون میگیم که میخوام برم باشگاه. همیشه یک سری ترس ها، یک سری افکاری میاد که مانع پیشرفت ما میشه. ما باید روان خودمون رو بشناسیم. یک چیزی در روان ما وجود داره به عنوان مادر دوم، مادر دلسوز. یعنی چی؟ یعنی ذهن ناخودآگاه ما هر موقع که ما بخوایم یه تغییر جدیدی ایجاد کنیم، یه کار جدیدی رو ایجاد کنیم، بخوایم برای موفقیتمون تلاش کنیم، سری میاد و ما رو از اون کار میترسونه و یه سری افکاری رو میاره توی ذهن ما که دفاع کنه از ما. به خاطر چی؟ چون راحتی ما رو میخواد. مثل یک مادر که راحتی فرزندش رو میخواد و میترسه که فرزندش کار جدید رو امتحان کنه. مادر درون ما یا مادر دوم ما هم همش باعث میشه که ما متوقف بشیم و ما توی اون نقطه امن خودمون، توی اون به اصطلاح حوزه امن خودمون رو نگه داریم و هیچ وقت پامون رو از اون دایره امن خودمون بیرون نذاریم. ولی این رو بدونید که ترسوندن کار مادر دوم درون ماست و این مکانیزم دفاعی هیچ وقت قرار نیست متوقف بشه. پس شما از تغییر کردن نترسید و راحتی رو نخواید. توی این مسائل مادر دوم برای ما راحت طلبی رو میخواد و هر چیزی که توی ذهن ما میاد. برای مثال اگه شما بخواید یک پادکستی رو گوش بدین، برای روز اول که بهتون گفتم تمرین کنید 1 ساعت ورودی جدید وارد کنید، ممکنه توی ذهنتون بیاد وا این خیلی تند حرف میزنه، من اصلا متوجه نمیشم، یا بگی گیج شدم، چقدر صداش بد بود، چقدر تونش بالا بود، لهجهش قشنگ نبود. اینا همشون شیطنت‌های صدای درونی ذهن ماست که میخواد شما رو با ترس‌ها مواجه کنه و بذاره که شما توی اون نقطه امنتون بمونید. پس حواستون باشه هر وقت افکاری اومد توی ذهنتون که شما رو توی نقطه امنتون، توی راحت طلبی و این مسائل حفظ کنه، اشکالی نداره به اون افکار نگاه کنید، مشاهده کنید، ولی
آگاه باشید که اینها وجود داره در مسیر یادگیری و خیلی امر طبیعیه، برای همه پیش میاد، ولی از تمرین کردنتون باز نمونید. تمرین روز اول که بهتون گفتم 1 ساعت ورودی جدید، این رو میتونید به طور 1 هفته چند روز ادامه بدید. و تمرین دوم اینه که شما خروجی داشته باشید. بعد از اینکه 1 ساعت گوش دادید، میتونید متوقف کنید اون پادکستتون رو، شروع کنید به تکرار کردن. ببینید چقدر میتونید توی حافظتون نگهش دارید، چقدر با نظم و با همون گویشون رو تکرار کنید. اگر هنوز زود بود براتون، چون برای هر فردی متفاوته، اگر براتون زود بود هنوز، باز هم همون تمرین ورودی ها رو تکرار کنید تا چند هفته این کارو بکنید. اگر زمان بیشتری دارید، روی موبایلتون ساعتتون رو روی زنگ بذارید، چند بار در روز زنگ بزنه تا این عادت در شما شکل بگیره. ممکنه 7 روز تا 21 روز طول بکشه. چرخه ساخت عادت ها هست. این اعداد رو توی ذهنتون داشته باشید. 1 هفته تا 21 روز باید یک کار انجام شه تا چرخه زمانش در بدن ما شکل بگیره و وارد اون پروسه عادت‌های روزانه ما بشه. همین که این گوش دادن، ورودی وارد کردن، وارد عادت‌های روزانه‌تون بشه، حجمش رو کم کم بالا ببرید. به جای روزی 1 ساعت، روزی 3 ساعت، روزی 4 ساعت، هر چقدر که تایم پرتتون، به جای اینکه روی سوشال مدیا برید و پیج‌های افراد مختلف رو ورق بزنید و ساعت‌ها زمان خودتون رو هدر بدید، این ساعت‌ها رو برای پیشرفت خودتون و برای قرار گرفتن تو مسیری که هدفتونه استفاده کنید. در این مرحله بعد از اینکه تمرین‌ها رو انجام دادیم، ورودی‌ها رو بالا بردیم، حالا نوبت خروجیه. خروجی چی؟ من یه تمرین بهتون میگم. مهم اینه که حرف بزنید، مهم اینه که بتونید تولید کنید، بتونید حتی جملات بسیار ساده رو هم به زبون بیارید. در مرحله اول ممکنه که این جمله سازی براتون خیلی سخت باشه که کلمات رو تکرار کنید، اما با گوش دادن زیاد روزی 10 دقیقه بعد از انجام دادن مرحله دوم و تمرین قبلی که بهتون گفتم، ورودی که داشتید رو استاپ کنید و شروع کنید به صحبت کردن راجع به همون موضوعی که داشتید میشنیدید. 10 دقیقه با زبان خودتون، با کلمات خودتون، هر چی که به ذهنتون رسید رو بیان کنید و نظرتون رو بگید. بعضی وقتا ممکنه همون مادر دوم یا اون صدای درون بیاد به شما بگه من تو این موضوع هیچی بلد نیستم، بگم من که اطلاعاتی ندارم، من خیلی کندم، من خیلی لغت کم بلدم. اشکالی نداره، به صدای مادر درونتون گوش کنید، نکاتش رو گوش بدید، این هیچ مشکلی نیست. بعد از اینکه کم کم این تعداد 10 دقیقه ها رو زیاد کنید، تمام این مشکلاتتون حل میشه. اصلا مهم نیست شما بهتر حرف بزنید، مهم اینه که تو این مرحله ادامه بدید و ناامید نشید و همینطور به تمرین کردن و ساختن عادت گوش دادن و تکرار کردن و کپی کردن ادامه بدید. هرچی ادامه بدی، این تمرین در نتیجه جاهایی که کم میاری رو بهت نشون میده. روی کاغذ بنویس، صداتو ضبط کن، جلوی آینه صحبت کن، 10 دقیقه بنویس در طول روز راجع به همون موضوعاتی که داری روشون ورودی جذب می‌کنی. بعد متوجه میشی که جاهایی صحبت کم میاری، اون نکته ها رو بنویس، ببین کجاها ضعف داری. مثلا داری راجع به مدل لباس ها صحبت می‌کنی، راجع به رنگا کم میاری، راجع به مدل ها کم میاری، اشکالی نداره. دقیقاً همون نکته‌ایه که شما باید روی ورودیت اضافهش کنی. یعنی میری روی ورودی و منابع نیتیو میگردی، جاهایی که دارن راجع به لباس ها، رنگ ها و اینها صحبت می‌کنن، مطالب و پادکست بیشتری در اون زمینه گوش میدی، پیدا می‌کنی و تعداد ساعت‌هایی که روی اون موضوع کار می‌کنی رو بیشتر می‌کنی. در واقع تو داری توی آینه درون خودت رو می‌بینی، مشکلات خودت رو با ضبط کردن صدای خودت و دوباره گوش دادن متوجه میشی. همین مقایسه کردن و همین کپی ریس کردن و در واقع تقلید کردن یک مهارت زبانی رو در تو داره ایجاد می‌کنه که در ناخودآگاه تو تمام اون گرامرها، تمام اون استراکچرهای زبانی داره حفظ میشه و در جای خودش یاد میگیره که اکتیو بشه، لنگویجت از پسیو و اکتیو در بیاد. و این مهمترین نکته‌ای که در این تمرین وجود داره. مهمترین اصل در این مرحله اینه که شما به طور مستمر ادامه بدید و کم نیارید، ناامید نشید. این بهترین روشیه که من به شما گفتم. یعنی شما در تمام مدتی که دارید ورودی وارد می‌کنید، حتی در ناراحتیتون عصبانی هستید، یه روز ناامید کننده‌ای داشتید، یه روز خیلی خسته بودید، هر اتفاقی که افتاد، شما تمرینتون رو متوقف نکنید. ساعتش رو جلو عقب بندازید، ولی هرگز نذارید که این چرخه عادت دوباره از بین بره و تا اونجایی که میتونید حفظش کنید. تمام مراحلی که گفتم رو اگر درست و به جا استفاده کنی، میتونی این مرحله متوسط تا پیشرفته رو خیلی راحت خودت به صورت سلف استادی انجامش بدی. اما باز هم اگر با این مسئله مشکل داشتی و نتونستی و دوست داشتی یه نفر، یه منتور یا یک معلم یا یک همراه کنارت باشه، هیچ اشکالی نداره، میتونی توی دایرکت به من بگی. من میتونم توی 6 ماه این دوره رو به طور هدفمند در کنارت باشم و کمکت کنم. اگر هم دوست داشتی از برنامه بدونی، با تمام جزئیاتش میتونم برات ارسال کنم، برنامه کاری بهت بدم، ارزیابیت کنم و از تجربه‌هایی که داشتم استفاده کنی و بتونی سریعتر این مراحل رو پیش بری. وگرنه خودت بری هم میتونی این مراحل رو پیش بری. امیدوارم که موفق باشی. یادت نره از همین امروز شروع کن و کار امروز رو به شنبه ننداز. مادر دومم حواست بهش باشه. این تمام مطالبی بود که تا دلم میخواست اینا رو به همه بگم. اومدم اینجا تا بتونم با همه به اشتراک بذارم و شما هم لطفاً اگر کسی رو میشناسید که داره زبان انگلیسی یا هر زبان دیگه رو یاد میگیره، این مطلب رو باهاش به اشتراک بذارید و میدونم اگر این کارهایی که گفتم رو به صورت سلف استادی و مو به مو انجام بدید، حتما به نتیجه خیلی عالی میرسید. چیزی که تو همه سالهایی که با مؤسسه رفتن و کتاب‌های زبان خوندن بهش دست پیدا نکردین. چون خود من این کار رو کردم و این مسیریه که من رفتم، برای همین با پوست و استخونم لمسش کردم و میتونم کامل راجبش نظر بدم. نکاتی که نیازه برای فیدبک تمریناتتون یا هر گونه تمرین اضافه، لینک اضافه و مشکلاتی که در طی سلف استادی ممکنه باش برخورد کنی، کلمه VIP رو برام زیر این پست کامنت